اون بچه های برای بکس فرهان گنگ اومدیم هاردکور عادی بریم. هدفمون دایمونده. ویدیو قبل سولویا حفظ جده خدایا هنوزم حسرت بخورم برای اون ویدیو. این بار اگه این هدفم هم که دایموند همیشه، اگه این بار دایموند را پیدا نکنم یه عکس از بچگیم بهتون میدم. از بچگیم بهتون میدم و بهترین دوستم. چون اون عکس رو گذاشتم کنار. یا خدا، یعنی حساس ترین چیزی که هست. خب چطوری بچه‌های گل شده؟ دوریمه. خب بذارید که بهتون یاد میدونم. ببین بچه اینجا میاد، اینجا مثلا این اینجوریه، اینجوری میکنه اون. حالا خودتون گوسفند پارتای خراب گوسفند پافیوز. خب بریم پارتای خراب. آها دومی گوسفند میده. خدایا چه دیگه از شب ترسی نداریم. اسکریم نوش اولین باریه که به این درستابی گوسفند داد. خب بریم پورتال خراب. خب زیادم نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم. خب یه دونه ویدیو طولانی بذارم و سریع. ویدیو بالای 15 دقیقه شد. اینجا خودم میدم دست لاوا یا تو آب خودم خفه کنم. ولی وای وای ویلیج پرده خراب شد. اول بذار اینو برم. خدایا نوکرتم. آقا بدون HCD ها خودتونم دیدید وای اوس کردیم. خب بریم یه دونه پیککس آیرونی بسازیم، میریم طلامونو بکنیم. یا آیریم غلامش اونجایه. مهم نیست، پول دار شدیم. مهم هست چرا اینجا باز نکنم. چرا فرکنار هویج بچه. آها هویج گلدن هویج. اولین قدم گلدن هویج بشه چی اینجا. آی خدا عجب چیزی فرکنار دیگه. بلک اسمیت نداره؟ غلام بلک اسمیت ندارید؟ چسمستی چیزی ندارید؟ ولی من بلک اسمیتی نمیبینم. شاید من کورم. همین؟ بالا هم همین بود. صلوات
ویدیو امیدوارم طولانی نشه وقت شما نگیره. ریشه ترک آقا درسته من تهران به دنیا اومدم، مامان بزرگم مامانم هم تهرانیه، ولی اصالت پدرم مراغه‌یه. کرافتینگ تیبلمون هم از اینجا جور کردیم. اول بازی خوبه یه برک اسمی دایموند باشه. دایموند خدایا دایموند درستم شده. بیا بیرون پوفیوز. بالا مالا هیچی نی. مامانمو میخوام، منم همین الان مامان. ای پوفیوز. خب آیرون بریم یه بکشیم قلامو و وقتی قلامو بکشیم آیرون به دست میاریم و یه پیکش میسازیم. ببینیم اینجا آب مابی چیزی داره. بپریم ریسکه. من هیچ وقت ریسک ترش چرا ترش کنی؟ اینا دیگه میتونم دیگه ریسک نیست ولی لامصب ریسک. خب بذار 3 بلاک بکنیم. قلمو باید با هیچ چیز این میزنم. وای حاجی میترسم. اول کاری آیرون قلمش ما رو نیاد بکشه. قلم کجایی؟ ویدیو طولانی میشه. البته نه من بچه خود نمیتونم بمیر دیگه. خوب میگه حالا بمیر. جون مادرت دیگه آجی. نمیمیدی تو؟ ویلیجره رو بابا بمیر. آخش
عالی. پیککس باید چوب داشته باشم. چوب بزنیم. 2 تا چوب بسا. درست میفرمایم. بسا ببینم. 2 تا چوب بسا. شمشیر چوبی هم بسازم. نیاز نمیشه. از شمشیر آیرونی دارم. شمشیر چوبی. وای داره شب میشه. بگم شبه. بچه ویدیو چقدر طولانی شده. 11 دقیقه. آقا گو خوردم و بعد 15 دقیقه اینو که گو خوردم. حالا نمیخوام بیم. راحت بخواب. راه سوده. خب صبح بخیر. صبح همه تون بخیر. موقع خوشمزه. خب بریم برای دایموند، یا بهتر بگیم طلا ملا. طلا ملا. خب بریم اول اون بالا. اول بزنیم البته ولکن کلا نویج میخوام بگیرم. آیرونی اول بازی بتونه سنگ و چوب و چیزی. تا حالا هم اتفاق نیفتاده. دومین باره که اتفاق میفته. آره چرا نگم باز سیده زود بیه. یه بار رفتم و خب خوب بود. سیده شو من بازی رو تموم کردم. رفتم چشمم کبوتین رو پیدا کردم و همون مختصاتی که میگفت پورتاله رو پیدا کردم و بله درست من کفته یه تموم کردم. خب با جرزنی دیگه خودم هم قبول دارم. جرزنی چرا اینجا دارم بازش کجا بود؟ مثلا اون بود؟ چرا سرعتش کمیه؟ حالا بریم طلای اون بر بکنیم. ولی اینجا ریسک نیست. خدا زامبی چیز بیاد. زامبی چی اسمه؟ خوخ ای پوفیوز. ما هدف دایمونده. میخوام یه دونه حالا یه خورده مثلا یه خورده چیز شم. هدفمو بذارم تمام کردن بازی. باز بنویسید بهتره. بدون چیز یا به سیده 23 یا ترسناک ترین سیده یا 1493 اونم خیلی ترسناکه یا 666 اونم خیلی ترسناکه که ما رفتیم. عکساش هم واسه قرار عکسام تو اینستاگرام میذارم براتون. توی شاید یوتیوب هم بذارم براتون. یوتیوب زیاد عکس نمیذارم من. اعتقاد دارم اونقدر مثلا نمیخواد ویدیو نمیگیرم. البته پیشم ویوم همون عکس ساره همون چیزی که ساختم. What the چی بذارم که نسوزه؟ نمیسوزه. خداش حاجی الان میتونم گلدن ابی درست کنم.
بیایسا کرافتین تیبل وایسا نگو که گلدن هویج گلدن داشت من هویج دادم وایسا مگه گلدن هویج نه وایسا نه مثلا گلدن هویج چرا دروغ میگی ولم کن گلدن هویج خب بریم که دنباله نونزن سریع باش اونجا که قار بود اسکلمو خود دستشویی دارم وسط ویدیو اصلا میگم ویدیو نباید طولانی بشه خب حبیب خوشمزه من مگه خرگوشم فکر نکنم خود این نزدیکی هست اینجور قاری که نه قار اوکی قار بزرگ داداش قار بزرگ لحظه من این ویدیو رو استوب شد